سلام و درود. امروز 24/8/1404 اولین روز بازار، اولین روز هفته. نمای بازار رو یه با هم مروری بکنیم. امروز خدمتتون عرض کنم که 139 تا سهم صف خرید بود، 352 تا سهم صفایی بودن که مثبت توی بازار به کار خودشون ادامه دادن. 273 تا منفی داشتیم و 94 تا هم صف فروش داشتیم. کل ارزش معاملات 19 میلیارد و 480. نمیشه گفت ضعیفه، نمیشه گفت قویه. من به نظرم این ارزش معاملات بالای 30 میلیارد اگر بره خیلی قابل توجه میشه. حجم معاملات 18.2 میلیارد سهم جابجا شده. بذارید بیشتر اینا رو هم ببینیم. شبنا مهرگان شتران، شبنا و شتران و تحلیلش رو توی پستا گذاشتم، ببینید. سهمای ارزنده هستند، سهمای خوبی هستند. امیدوارم که حرکتاشون شروع بشه. این نمای بازار بود. به نظرم جا داره برای اینکه شاخص بخواد یه مقدار دیگه اصلاح کنه و حرکت بازار شروع بشه. امیدوارم که موفق باشید، پرسود باشید و شاد و سرحال زندگی کنید، چون هر چی خوب زندگی کنید لیاقتتونه. قربونتون برم. خدا نگهدار.